یه شهر وسط تهران بود، اما هیچ کس با صدای بلند اسمش رو نمی گفت. محله‌ای که دیوار بلند داشت، قوانین خاص خودش رو داشت. حتی پلیس وقتی وارد می شد انگار وارد یه کشور دیگه شده. زنها نقش اصلی بودن، ولی نه اونطوری که فکر کنی. آداب، رسوم، معماری، حتی کسب و کارهای اونجا با بقیه تهران زمین تا آسمون فرق داشت. تو این ویدیو قراره همه چیز رو درباره شهرنو بگیم، از روزی که ساخته شد تا شبی که تخریبش کردن، با جزئیاتی که خیلی هنوز نمیدونن. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. تو سال 1309 دولت وقت تصمیم گرفت یه محله مخصوص برای زنهایی بسازه که اون زمان فاحشه خطاب می‌کردن. این زنها قبلش تو کل سطح شهر پخش بودن، ولی چون دیگه ظاهر شهر رو خراب می‌کردن، دولت تصمیم گرفت همشون رو توی منطقه جمع کنه. به این محله اول میگفتن قلعه، بعدتر به اسم شهرنو معروف شد. دقیقاً پشت میدون اعدام قدیم تهران، یعنی همون میدون محمدیه امروزی. ایده از کجا اومده بود؟ از مدل شهرسازی اروپایی اون دوران. مثلا تو فرانسه محل‌هایی به اسم خانه‌های سرخ وجود داشتن، اما وقتی این مدل رو آوردن ایران یه چیز دیگه از آب در اومد. زمین شهرنو قبلا مزرعه بود، به مرور تبدیل به محل استقلال زنان روسپی شد. اولین ساختار رسمی رو دولت ایجاد کرد با دیوارکشی، دروازه و نگهبانی. ورود و خروج فقط با اجازه. برخلاف خیلی جاهای دیگه تهران، تو شهرنو اصول معماری خاصی رعایت شده بود. خیابون‌ها باریک با دیوارهای بلند، پنجره‌های کوچیک، بعضی‌ها بدون پنجره برای حفظ حریم خصوصی. در خونه‌ها کوچیک و بدون نشونه‌ای از بیرون. ورودی اصلی شهر با دروازه‌ای فلزی بسته می‌شد. خونه‌ها بر اساس نوع فعالیت دسته‌بندی شده بودند. بعضی خونه‌ها فقط برای خواب بودن، بعضی‌ها سالن داشتن، حتی حموم و آشپزخونه خصوصی. یه بخش VIP هم داشت معروف به حیاط خلوت، مخصوص مشتریای خاص و پولدار که اتاق‌های بزرگتر، غذاهای بهتر و حتی سرگرمی موسیقی داشتن. تو شهرنو قانون داشتیم، ولی نه فقط قانونی که دولت نوشته بود، قانون‌هایی که بین خود اهالی رایج بودن. هر زن باید شناسنامه مخصوص می داشت با مهر پزشک قانونی. هفته یک بار باید معاینه پزشکی می شدن. بارداری ممنوع، باردار می شدی اخراج می شدی. تازه واردها باید باج می دادن به خانم‌های با سابقه تر. مشتری هایی که دردسر درست می کردن حق ورود نداشتن. پلیس ها باید احترام ساختار رو حفظ می کردن، حتی خودشون هم بدون هماهنگی وارد نمی شدن. در واقع یه سیستم حکومتی کوچیک تو دل تهران. تو شهرنو فقط قانون نبود، یه عالمه آداب و رسوم خاص هم بین اهالی رواج داشت. پوشش ها، همه زنها باید لباسهایی با رنگ مشخص می پوشیدن، اغلب قرمز یا تیره. هیچ زنی حق نداشت بدون آرایش از خونه بیرون بیاد. محرم تعطیلی کامل، چادر مشکی، دعا و نوح خونی بود. نوروز تعظیم خونه ها، لباس نو، حتی مهمونی و موسیقی. هر زن باید یه پشتیبانی یا مادر خونده می داشت. ورود مردها به خونه ها فقط با معرفی و هماهنگی بود. شهرنو برای خیلی مثل خونه دوم بود، اما با دنیایی از قانونهای خاص. ببین، شهرنو فقط یه محل نبود که زنها توش کار کنن، یه سیستم کامل داشت. یه هرم قدرت که همه توش رتبه داشتن. خانم رئیس قلعه یا خونه دار، زنهایی که سابقه دار و با نفوذ بودن. خودشون کار نمی کردن، بلکه چند تا زن دیگه زیر دستشون بودن. خونه ها مال اونها بود، اجاره می دادن، نظم برقرار می کردن، حتی با پلیس هماهنگ می کردن و با دکترها و مأمور بهداشت در ارتباط بودن. یه جورایی خانم رئیس مثل شهردار اون خونه بود. حرف اون بود. مامان، مادر بزرگها یا میون سالها. معمولاً زنهایی بودن که دیگه سن و سال کار رو نداشتن. نقش حمایتی داشتن، از دخترها مراقبت می‌کردن. مسئول گرفتن پول، هماهنگ کردن نوبت‌ها، حتی بعضی وقتا پذیرش مهمون‌ها بودن. مامان‌ها معمولاً محبوب بودن، چون هم تجربه داشتن هم دلشون برای دخترها میسوخت.
شاگرد یا دختر تازه کار. تازه واردها بودن که یا از روی اجبار اومده بودن یا بی‌پناه بودن. معمولا هیچ اختیاری نداشتن و باید از خانم رئیس و مامان دستور میگرفتن. بعضیاشون با گذر زمان میتونستن خودشون بشن خانم رئیس، اما مسیر رسیدن به اون بالا خیلی سخت و حتی تلخ بود، چون باید سالها باج میدادی و حرف شنوی میکردی. دلالها نقش واسطه داشتن برای آوردن مشتری یا حتی آوردن دخترهای تازه به قلعه. خیلی وقتا نفوذ بالایی داشتن چون با مامورهای محلی یا خانمهای بزرگ در ارتباط بودن. بعضی وقتا هم خانواده‌هایی که دخترشون رو فروخته بودن دنبال گرفتن پول یا کنترل سرنوشت اون دختر بودن. یه بازی تلخ بین فقر، بی‌پناهی و سوء استفاده. شهر نو اکوسیستم اقتصادی کامل بود، از سلمونی زنونه و مردونه گرفته تا خیاط، آرایشگر، بقال، نقال، نوازنده، همه چی بود. دندون پزشکی مخصوص شهر نو، 2 عکاسخونه حرفه‌ای برای عکس‌های مخصوص، آشپزخونه‌هایی که غذا رو با گاری می‌بردن در خونه‌ها. حتی یه زن معروف به نام لاله بود که سیستم نوبت‌دهی را انداخته و با دفتر و دستک. تو هر دوره‌ای چند تا زن تو شهر نو بودن که همه میشناختنشون. افسانه‌هایی بودن واسه خودشون، معروف، با پرستیژ و گاهی حتی سیاسی. مشهدی سکینه، زن مشهدی تباری بود که با هوش زیادش از شاگرد ساده تبدیل شد به یکی از خانم رئیس‌های اصلی قلعه. شنیده شده بود که حتی مامورای حکومتی با احترام باهاش برخورد می‌کردن. لاله پیر، زن میانسالی بود که نه فقط به خاطر زیبایی بلکه به خاطر شعر گفتن، داستانگویی و پذیرایی خاصش معروف شده بود. مهمونا تو صف میموندن برای وقت گرفتن از اون. شهربانو، بهش میگفتن سلطان شب‌های قلعه. خیلی ها میگفتن شاعر بوده، بعضی هم شایعه میکردن با چند افسر بلندپایه در ارتباط بوده. میگفتن وقتی اون خندید کل کوچه روشن شد. این زنها فقط طعم فروش نبودن، گاهی پزشک، روانشناس، شاعر و حتی یه جور روان درمانگر بودن برای مردایی که از فشار زندگی می اومدن اونجا. فکر میکنی اگه این زنها تو جامعه دیگه با احترام و فرصت زندگی میکردن چی میشدن؟ آموزگار، بازیگر، نویسنده؟ نظرتو تو کامنت ها برام بنویس. اما یه بخش خیلی مهم تو شهر نو نظارت دولتی بود، نه با هدف کمک یا حمایت، بیشتر برای کنترل، نظم و البته پرونده سازی. مامورایی بودن که فقط وظایف نظارت بر ورود و خروج و جلوگیری از فرار رو داشتن. بعضیاشون به شدت خشن بودن، بعضیا هم رشوه میگرفتن. یه تیم کوچیک پزشکی که وظیفه داشت زنها رو معاینه کنه، گزارش‌های هفتگی مینوشتن. اگه زنی بیماری خطرناکی داشت خونش پلم میشد. شنیده شده بود بعضی زنها نقش خبرچین داشتن، به مامورا میگفتن کی داره چی کار میکنه یا کی داره پول در میاره ولی گزارش نمیده. این زنها معمولاً امنیت بیشتری داشتن. در واقع شهر نو فقط محل روابط نبود، یه محل دقیق برای رصد اجتماعی، سیاسی و حتی روانی جامعه اون دوران بود. وقتی از بیرون به شهر نو نگاه کنیم فقط دیوارهای بلند و اسم بد میبینیم، ولی وقتی واردش میشیم با زنهایی مواجه میشیم که هر کدوم داستانی پشت سرشونه. قوانین، قدرت، زور، فقر، انتخاب و اجبار. شاید یه گوشه از تاریخ معاصر ایران بود، ولی مهمتر از اون بخشی از واقعیت تلخ اجتماعی. تو سال 58 با انقلاب نگاه رسمی به این منطقه عوض شد. خلخالی دستور تخریب کامل شهر نو رو صادر کرد. شبی با لودر ریختن همه چیز رو صاف کردن، خونه ها، مغازه ها، آرزوها. اما کسی نگفت اون زنها چی شدن، کجا رفتن، چه سرنوشتی پیدا کرد. اگه دوست داری درباره زنهایی که از شهر نو آواره شدن یه ویدیو کامل بسازیم، حتما تو کامنت ها برامون بنویسی. شهر نو فقط یه محله نبود، آینه‌ای بود از وضعیت جامعه، قوانین، سیاست و حتی معماری زمان خودش. اگه شما تو اون زمان بودی ترجیح میدادی شهر نو با قوانین انسانی تر باقی بمونه و مدیریت بشه، یا مثل خیلی یا فکر میکنی تنها راه
تخریب کاملش. نظرتو حتما تو کامنت ها برامون بنویس. شاید ویدیو بعدی بر اساس نظر شما ساخته بشه. سابسکرایب یادت نره، مخصوصا اگه دنبال روایت هایی هست که از کتاب های درسی حذف شدن. اگه روزی قانون دوباره اجازه بده همچین محله‌ای به شکل مدرن و تحت کنترل علمی ساخته بشه، موافقی یا نه؟ چرا؟ بنویس، ولی قبلش به همه اون زنایی فکر کن که هیچ انتخاب دیگه ای نداشتن. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودی. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.